بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو شاکرم از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه بنده قرار داد تا در خدمت شما خوبان و سروران باشم با صحبتی کوتاه درباره سوره مبارکه کهف. سوره مبارکه کهف رو همه شما سروران بارها تلاوت فرموده اید و میدانید که خواندن این سوره در هر روز جمعه بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نوری خواهد بود تا هفته دیگر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که 10 آیه اول این سوره را بخواند از فتنه دجال در امان خواهد ماند. و سوره‌ای که در اون الله متعال برای ما از حکایت‌های زیبایی صحبت می‌فرماید که هر حکایت در برگیرنده یک درس بسیار عظیم است. سوره‌ای با 4 داستان بسیار زیبا که هر داستان یک فتنه ای رو در خود جای داده است و ما رو گوشزد میکنه که مواظب این فتنه ها در زندگی خود باشیم. 4 فتنه ای که هر فردی در زندگی خود با یکی از اینها یقیناً یا بیشتر درگیر خواهد بود و بر حسب موقعیت و شرایط زندگی خود با آنها مبتلا خواهد شد. در آغاز سوره فتنه دین رو داریم در حکایت اصحاب کهف که وجه تسمیه این سوره هم هستند. سوره مبارکه کهف که مسماست به نام غار. کهف غار بزرگی رو میگویند که فضای بزرگی رو در داخل خودش جای داده و غار هم در عربی استفاده می شود برای یک فضایی که در دل کوهی است. غار فضای کوچکتر رو میگویند، کهف غار بزرگتر رو در عربی کهف میگویند. اصحاب کهف نوجوانانی بودند در دل تاریخ که به خاطر دینشان مورد ابتلا قرار گرفتند. نوجوانانی که در قصر پادشاهی و در دربار شاهی در ناز و نعمت و ثروت و آسایش و رفاه و شهرت زندگی می‌کردند، اما به خاطر دینشان مبتلا شدند و مجبور شدند تا مسیر هجرت و ترک تمام مال و منصب و شهرت و قدرت رو به پیش بگیرند به خاطر حفظ دینشان. الله متعال به نیکی از آنها یاد می‌کند انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. الله متعال می‌فرماید نوجوانانی بودند که آنها ایمان آوردند به پروردگارشان و الله متعال نیز دلهای آنها را مستحکم قرار داد در راه توحید، در راه مبارزه با ظلم و ظلم حاکمان آن زمان. به دل کوهی پناه بردند و این دعا رو خواندند ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. بالله رحمتی از جانب تو می‌خواهیم و از جانب خود راه رشد و فلاح و سعادت ما را به ما بنما و ما رو در اون مسیر قرار بده. این دعا سبب شد تا الله متعال معجزه‌ای را و کرامت بزرگی را برای این بزرگواران رقم زند و به خواب می روند به امید اینکه بعد از بیدار شدن و استراحت از خستگی این مسیر با هم مشورت بکنند که به کجا بروند تا از دست این ظالمان در امان باشند. اما همین خروج اونها، همین فداکاری اونها، همین که پشت سر گذاشتن مال دنیا رو، ثروت دنیا رو، شهرت و قدرت رو و الله متعال رو انتخاب کردن و حاضر شدن در راه او همه این لذت ها رو، همه این قدرت رو و منصب رو و شهرت رو و ثروت رو ترک بکنن و فدا بکنن، الله متعال از آنها پذیرفته است. سر به خواب میگذارند و بیدار میشوند. گمان میکنند که نصف روزی خوابیده اند، اما بیخبرند از آن که 3 قرن گذشته است، 300 سال است که آنها در خوابند و نمیدانند. از یک دیگر میپرسند که چقدر گذشته است. یکی میگوید نصف روزی، دیگری میگوید روزی. و بعد وقتی که به دل شهر می آید یکی از آنها برای تهیه غذا و خوراکی برای آنها، در حیرت میماند که این شهر کدام شهر است؟ این کوی و برزن و جاده و خیابان چرا
اینقدر تغییر کردند در به خیال او نصف روز. اما سرانجام متوجه می شود که 300 سال گذشته از تو، آنها در غار 300 سال خوابیدند. الله متعال این جوانان رو برای ما و شما درس می دهد، با عنوان درسی بیان می فرماید و الگو قرار می دهد که اگر شما هم در مسیر الله متعال قرار بگیرید و فداکاری بکنید به خاطر خاص رضای الله متعال، و الله متعال شما رو تنها نخواهد گذاشت، قوانین خود رو تغییر خواهد داد برای شما و شما را به شکلی از دست ظالمان و مستکبران نجات خواهد داد که خود شما هم گمان نکنید. این داستان خلاصه آن فتنه دین است. برای حفظ دینت چقدر حاضری که فداکاری بکنی و به مانند اصحاب کهف باشی. داستان دوم بعد از ذکر فتنه دین 4 داستان که 4 فتنه رو در خود جای داده. داستان اول اصحاب کهف فتنه دین است. داستان دوم فتنه مال دنیاست که در آن الله متعال 2 همنشین، 2 نزدیک و 2 بعضی از مفسرین حتی گفتند که خویشاوند و برخی حتی برادر خواندن آنها رو، با هم زندگی میکنن. یکی ثروتمند بیدین است و دیگری فقیر دیندار. و الله متعال در قالب این داستان اون ثروتمند بیدینی که ثروت او را از مسیر توحید، از مسیر فطرت به انحراف کشانده است و به الحاد کشانده است و منکر وجود قیامت است و میگوید اگر هم باشد الله متعال برای من بهتر از تو خواهد داد، زیرا در دنیا بهتر از تو داده است. الله متعال صاحب جنتین رو برای ما ذکر میکنه، صاحب 2 باغی که تمام نعمتها و تمام آن میوه ها و فراورده هایی رو که در آن زمان بوده است به این آدم در این 2 باغ داده است. باغی سرشار از میوه ها و باغی که در آن نعمت های فراوان است و نهر است و آبادی و سرسبزی است. و علاوه بر این انسان در این باغ خود، در باغی که زندگی می کند، غیر از آن که نعمت دارد و ثروت دارد، فرزندانی دارد و نیرو و خدم و حشم دارد. در مقابل آن فرد فقیر نه مال ثروتی دارد و نه نیرویی دارد و اما دین دارد، اما توکل به الله متعال دارد، اما ایمان دارد، اما نزد الله متعال در آسمان ها ثروت هایی دارد که آنها را نفر اول هرگز نداشته است. سرانجام این حکایت این می شود که این انسانی که منکر قیامت است در برابر آن انسان مؤمن مسلمان تسلیم نمی شود، هر چقدر که او را نصیحت می کنه انسان مسلمان اکفرت بالذی خلقک من تراب، و او رو یادآوری میکنه که فراموش نکن تو از ابتدا تو و همه ما انسان ها خاک بوده ایم. و اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، نطفه بدبویی بودی که وقتی از بدن خارج می شدی غسل واجب می گشت برای پدرت و تو اون نطفه بدبو هستی و الان هم در شکم خود چیزی حمل می کنی، کورو در گوشه دفع می کنی و مرده تو چنان بو می دهد که مرده هیچ موجود دیگری انقدر بوی تعفن ندارد. ای انسان مغرک بربک الکریم، چه چیزی تو رو در برابر پروردگارت مغرور کرده که حاضر نیستی سر به سجده بگذاری و سرخم کنی در برابر او و به سجده بیفتی. نهایت این داستان با از بین رفتن باغ او الله متعال عذابی میفرسته و صاعقه‌ای میاد و رعد و برقی و باغ او رو با آتش میکشاند. چه بسیارند اتفاقاتی که یک دفعه می آید و ثروت و تمام دستاورد زندگی فرد رو در یک لحظه از بین میبرد. سیلی می آید و تمام آنچه در مسیر اوست را میشوید و میبرد، شهری رو دفن میکنه و جنازه ها در گوشه و کنار افتاده اند. در کمتر از چند دقیقه زلزله می آید و شهری رو دفن میکنه و از روی نقشه گیتی او رو محو میکنه. طوفانی می آید و به همه جا را به هم میریزد. الله متعال اگر بخواهد از بین ببرد و کلا اخذنا بذنبه، با گناهانشان آنها را میگیرد. افامنه اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا مردم سرزمین ها در امانند که عذاب من الهی شب هنگام وقتی در خوابند به سراغ آنها بیاید؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون، آیا در امانند مردم شهرها و قریه ها که عذاب من روز در هنگام کسب و کار بر آنها نازل شود و آنها نتوانند از او فرار کنند؟ افامنوا مکر الله
آیا از گرفت الله متعال در امانن؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از گرفت و مکر الهی جز کسانی که زیان کردند و زیانبارند، کسی دیگری خود را در امان نمی بیند. این حکایت فتنه مال در پایان یک حکایت عجیبی دارد. بعد از اینکه داستان این دو فرد رو الله متعال برای ما ذکر می‌فرماید که چگونه این انسانی که عمری دلخوش بود به این ثروت خود را از دست داد و تمام آنچه داشت را از دست داد و دست بر روی دست میزد که کاش من مشرک نمی بودم و کاش شکرگزار نعمت الله متعال می بودم و این ثروت رو از دست نمی دادم. در پایان الله متعال زندگی ما رو در دنیا در دو آیه خلاصه می‌فرماید، دنیا و آخرت رو، و به ما درس بسیار عظیمی می‌دهد. می‌فرماید واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء. زندگی شما به مانند آبی است که از آسمان فرود می‌آید. فاختلط به نبات الارض. رویدنی‌های زمین، گیاهان سبز می‌شوند و باغ‌ها خرم و شاداب می‌گردند. و در پایان فاصبح هشیما تذروه الریاح. پاییز می شود و بعد از اون بهار زیبا و اون تابستان پرمیوه و پرثمر، خزان زرد می آید و همه چیز رو خشک می کنه و می ریزد و بعد از آن زمستان می آید و همه چیز از بین رفته است. زندگی دنیا در این سه جمله خلاصه می شود. به دنیا می آییم و جوان می شویم و پیر می شویم و پیر می شویم و می میریم و می رویم. به مانند اون گیاهی که از زمین رشد می کند و سرسبز می شود و پژمرده می شود و می افتد و کاهی می شود و باد می آید و او را می کند و به دور دستی می اندازد که علم یکن شیئا مذکورا. گویی که اصلا هیچ وجودی نداشته است. خیلی ها هستن در روی این زمین زندگی کردن، میلیاردها نفر بودند، ثروتمندانی که بسیاری از ما ثروتمندان امروزه به اندازه ذره‌ای از ثروت آنها هم نداشتند. بسیاری بودند که خود را آقای دنیا می دانستند، زیبارویانی بودند که مردم برای دست یافتن به آنها جنگ ها کردند. دانشمندانی بودند که فکر می کردند دنیا بدون علم آنها نمی چرخد و گویی که آنها خالق آن چیزی هستند که کشف کردند. کجا هستند؟ استخوان‌های آنها هم برباد رفته است، نامی از آنها نمانده است. من و تو هم در این قافله خواهیم رفت. 200 سال پیش کسانی روی این زمین زندگی می کردند که امروز یک نفر از آنها هم زنده نیست و 200 سال بعد هم همین حکایت تغییر نخواهد کرد و هر آن کسی که امروز در روی زمین زنده است، از این 8 میلیارد انسان روی زمین 200 سال بعد کسی زنده نخواهد ماند الا من رحم ربی، مگر آنکه الله متعال بخواهد عمر کسی را بیشتر از این بگذارد که انسان 200 ساله فعلا بر روی زمین نداریم و باز نسل دیگری می آید و گمان می کند که می ماند. آنها هم خواهند رفت و تا آخر که همه می رویم و لله میراث السماوات والارض. و الله متعال دوباره آسمان و زمینش را به ارث می برد. زمینی که ما گمان می کردیم از آن من است. به خاطر چند وجب از این زمین با یکدیگر به جنگ و نزاع و دشمنی می پرداختیم برای به دست آوردن لذت‌های بیشتری در این دنیا. در پایان الله متعال ما را یادآوری می‌کنه المال و البنون زینت الحیاة الدنیا. مال دنیا و فرزند زینت زندگی دنیاست. اینها اگر باشند خوب است، اگر نبودند هم ضرری به شما نمی‌رسانند. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. اگر می‌خواهی دل ببندی به چیزی که به درد تو بخورد، باقیات صالحات، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، باقیات صالحات است. نماز و روزه و عبادت و تلاوت تو باقیات صالحات است. اینکه تو چاه آبی رو در مسیر کسانی که آب ندارن حفر بکنی تا از آب او بنوشند، درختی بکاری تا در زیر سایه او بیارامند و از میوه او استفاده بکنند و مرغی شاید بر این درخت بنشیند و آشیانه‌ای برای خود و جوجه های خود درست کند، بیمارستانی برای کسانی که بیمارند، مدرسه‌ای برای تربیت نسلی مفید که به درد جامعه بخورد، پلی بر روی رودخانه‌ای تا مردم بتوانند به راحتی از این طرف با آن سو گذر کنند، باقیات صالحاتند. در صندوق صدقات مسجدی ریالی می اندازی به این امید
که کسانی که در این مسجد نماز میخوانند در اجر آنها شریک باشی، مصحفی را در گوشه مسجدی قرار میدهی تا از او تلاوت کنند. بیلی به دست گرفتی در ساخت یک مکان خیری از مسجد بگیر تا آنچه که گذشت بیلی میزنی تا کمکی کرده باشی. اینها باقیات صالحات است. رسول علیه السلام فرمود کسی که میمیرد پرونده اعمال او بسته میشود به جز 3 نفر: فرزند صالحی که برای تو دعای خیر کند. فرزندی تربیت کردی تا بعد از تو راه تو را ادامه دهد در مسیر دین و او فرزندانی تربیت میکند و فرزندان فرزندان او و این فرهنگ تربیت نسل صالح را به اونها منتقل کرده ای، اونها به درد تو میخورند. یا صدقه جاریه‌ای که از تو به جای مانده است و یا اینکه علمی که از آن مردم استفاده میکنند. اگر تو یکی از این 3 نفر بودی پرونده عمل تو بسته نخواهد بود. زیرک آن کسی است که نه تنها به فکر دنیای خود است بلکه به فکر بعد از مرگ خود است. انسان زیرک کسی است که به فکر این است که من وقتی مردم پرونده عمل من همچنان باز باشد. آنچه برای تو میماند یکی از این 3 چیز است: فرزند صالحی که برای تو دعا کند، علمی که تو در نشر آن نقش داشته ای و صدقه جاریه. این موضوع خلاصه حکایت فتنه مال است. داستان دوم سوره مبارکه کهف. فتنه دین، فتنه مال. داستان سوم و چهارم فتنه علم است و فتنه ملک و پادشاهی که در دیدار دیگر با شما در این باب صحبت خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه ما رو یاری کردید از همه شما سپاسگزارم و ممنون و تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.